دادستانی کلی تاجیکستان بعضی جزئیات قتل کشتار و بازداشت‌کنی‌های مردمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان را در واکنش به برآمدهای مخالفین در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا شرح داد. پرزیدنت قرقیزستان بحث مرزی را 99% حل شده به منفعت قرقیزستان اعلان کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به موافقه رسیدند که فشار و تحریمات علیه روسیه را ادامه دهند. دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 غالب شده به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. دادستانی کلی تاجیکستان 7 اکتبر روزی به اتمام رسی نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشاو با پخش یک اظهارات به سخنرانی‌های محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان و نمایندگان گروه 24 واکنش کرده اینها را به دروغ پراکنی و نشر اطلاع غرضمندانه با هدف بدنام ساختن تاجیکستان متهم کرد. دادستانی کل بار دیگر محی‌الدین کبیری و علیم شیرزمانوف را از طرحریزان تظاهرات ناآرامی در بهار و تابستان امسال در بدخشان نامید. تا این زمان یگان شرح درباره حادثه‌های خونین در بدخشان داده نمی‌شد. بعد آنکه مخالفین در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در این باره معلومات دادند و از کشتار مردم آسایشته و لشکرکشی مقامات انتظامی تاجیکستان به بدخشان گفتند، دادستانی کلی تاجیکستان وضع جزئیات حادثه‌های مهم سال جاری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان را به طور خود شرح داد. در اظهارات دادستانی کل گفته می شود که ساختارهای قدرتی تاجیکستان علیه یک گروه اعتراضگران در ناحیه روشان و شهر خاروغ عملیات ضد تروریستی انجام دادند که هدف از آن عوض کردن قدرت بود. برگزاری گردی همایی قبلا با مصلحت سران گروه متشکل جنایی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و رئیس سازمان پیمان ملی معاون اساسگذار حزب نهضت اسلامی علیم شیرزمانوف با مقصد به طور مجبوری عوض کردن قدرت، سرنگون کردن مقامات دولتی و تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی بود. در اظهارات همچنین از تعداد کشته شدگان و حبس شدگان نیز معلومات داده شده است. با اقرار خود دادستانی از 18 می سال 2022 تا به امروز علیه 109 نفر پرونده جنایی باز شده، نسبت 77 نفر آنها حکم سود برآورده شده، نسبت 32 نفر مرافعه سودی ادامه دارد. همچنین 89 نفر دیگر برای اوباشی خرد به جوابگری مأموری کشیده شده، 29 نفر کشته شده اند. اما تعداد کشته شدگان در رسانه‌های مستقل زیاده از 50 نفر گفته می شود. بنا به دعوای دادستانی یک افسر در این تظاهرات فوتیده، 6 نظامی گویا زخمدار شده اند. گفتنی است نشست ارزیابی حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشاو از روز 27 سپتامبر تا 7 اکتبر ادامه کرد. در این نشست که حکومت تاجیکستان از اشتراک در آن خودداری کرد، حامیان حقوق، نمایندگان جامعه مدنی، نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان، احوال ناگوار خبرنگاران، حقوق اقلیت‌ها از جمله زادگان بدخشان سخن گفته جامعه جهانی را برای مساعدت در حل قضیه دعوت کردند. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف ضمن صحبتش با خبرگزاری دولتی کبر در رابطه با تعیین و علامتگذاری مرز گفت که 99% بحث‌های مرزی به نفع قرقیزستان حل شده است. جباروف گفت تمام منطقه‌هایی که قبلا بحث برانگیز بودند حالا به قرقیزستان داده شده اند، 99% به نفع ما حل می شود. برای نائل شدن به این گفتگوها و کارهای بسیار انجام داده شده است. ما تا به امضا رسیدن شرطنامه ها جزئیات را افشا نکردیم، اما امروز من دستور دادم که مسئله در کمیته پارلمان آشکارا بررسی شود. باور دارم که مردم وقت همه چیز را با چشم خود می‌بینند برای ما کفکوبی می‌کنند. این هم در حالی است که روز 4 اکتبر در ملاقات صادر جباروف با ساکنان ناحیه اوزگنی ولایت اوش کشورش، برخی از ساکنان گرد همایی تشکیل کرده طلب ملاقات شفاف با همه ساکنان ناحیه را کردند. آنها همچنین طلب کردند که آبانبار کمپرآباد به ازبکستان داده نشود.
صادر جباروف در حال 99% بحث مرزی را حل شده به نفع قرقیزستان می‌داند که از 980 کیلومتر سرحدی مشترک با تاجیکستان فقط کم بیشتر از نیمش معین و علامت گذاری شده است و خلاص. تا به حال به این گفته پرزیدنت قرقیزستان جانب تاجیکستان واکنش نکرده است. اولاف شالز صدر اعظم آلمان و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفتگوی تلفنی انجام دادند. به گفته کابینه وزیران آلمان از جمله آنها رأی‌پرسی در دونباس را محکوم کرده به ادامه فشار تحریمی بر روسیه موافقت کردند. در این مذاکرات کانسلر آلمان و رئیس جمهور آمریکا در این زمینه نقض جدی پرینسیپ‌های آیین‌نامه سازمان ملل متحد را قید کرده از روسیه دعوت کردند که عملیات جنگی را قطع کند و نیروهای مسلح خود را از تمام قلمرو اوکراین کاملا خارج کند. در گزارش دفتر مطبوعاتی کابینه وزیران آلمان گفته شده است که ایالات متحده آمریکا و آلمان پشتیبانی از اوکراین را ادامه می‌دهند و اینچنین فشار تحریمی علیه روسیه را نگاه می‌دارند. در همین حال دفتر مطبوعاتی کاخ سفید درباره صحبت تلفنی جو بایدن با شالز گزارش داده قید کرد که این دو به موافقه رسیدند که فشار تحریمی بر روسیه کمک به اوکراین را ادامه خواهند داد. بایدن با شالز گفتند که تعهدشان برای به جوابگری کشیدن روسیه نسبت عملهای وحشیانه‌اش و رساندن کمک به اوکراین در بخش‌های امنیت و اقتصاد را ادامه خواهند داد. دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با کسب 6 امتیاز غالب شده به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با اشتراک دسته‌های منتخب نورسان تا 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان روزهای 5 و 9 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. بازی آخرین در گروه H روز یکشنبه 9 اکتبر میان دسته‌های منتخب نورسان تاجیکستان و افغانستان برگزار شد و در این بازی حل کننده منتخب نورسان تاجیکستان با حساب 2-0 غلبه کردند. از این پیش دسته منتخب نورسان تاجیکستان در اولین بازی این گروه تیم مغولستان را با حساب 3-0 مغلوب کرده بود. همین طریق دسته منتخب نورسان تاجیکستان تا 17 ساله که در جدول مسابقات گروه H با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده به مرحله نهایی جام آسیا 2023 را خط گرفت. مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان نورسان تا 17 ساله که به آن غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم را خط گرفتند ماه می سال 2023 برگزار می شود.